علما میگن وقتی به نماز میایستید جلو خودت الله تصور بکن، دست راستت بهشت، دست چپ جهنم و پشت سرت هم عزرائیل. و میگن که بعضی از پیشنمازان میگن که صلوا صلات مودع، نماز ودا کننده بخونید، شاید آخر نماز باشه. عاشق هیچ موقع از دیدار معشوقش سیر نمیشه و مؤمنم هیچ موقع از دیدار دوستان ایمانی سیر نمیشه. چقدر باید از تشکر از خدا بکنیم که دوباره رمضان رو آورد پیش ما و ما رو به رمضان رسون که از برکات رمضان بهره‌مند بشیم و یکی از برکات رمضان دوباره دیدار نورانی دوستان ایمانیمون رو ببینیم. طول سال که فرصت نمیشه، مشغولیت ها زیاده، هر کسی میره دنبال کارش و مسافرت. رمضان که میاد دوباره همه جمع میشن. شما میدونستید که نگاه تو صورت مؤمن خودش عبادته؟ امام شافعی میگه نگاه کردن تو صورت امام احمد بن حنبل عبادت اصلا، سیر نمیشم جز ایمانیات. خب اینا هر کدوم 600 700 هزار حدیث حفظ بودن. میدونی 600 700 هزار حدیث؟ امروز بچه های ما 100 تا 200 تا آهنگ حفظن، اسم هنرپیشه ها حفظن. پس رمضان واقعا برکته. پس حاضر بود 4 ساعت بیسته و لذت ببره، چون میخواد آزادی رو بگیره. آزادی یعنی بهشت. مگر خدا نگفته که این رمضان متصل به بهشته؟ گفته تو رمضان خداوند دستور میده، حدیث پیامبره، به بهشت که زینت ها تو مضاعف بکن و خودتو مزین بکن، معطر بکن، هر چی زینت داری بگیر، نزدیک بندگان نیک من در تو مستقر بشن، نزدیک علاقمند شدن به بهشت، در اون مسیر قدم گذاشتن. عاشق از دیدار معشوقش سیر نمیشه، عاشق از شنیدن کلام معشوقش سیر نمیشه. خیلی از جوانایی که الان 2-3 تا بچه دارن دوره نامزادیشون میدونن. یه نفر میگفت که من به خاطر که برم نامزادم ببینم از تیر برق میرفتم، همین تیر برق چوبی ها که سیخ هم داره، میرفتم بالا که با نامزادم صحبت کنم. چه نیروی انسان! عشق واقعا نیرو داره، جذابیت داره، قدرت داره، یک سری نیروهای درونی رو برملا میکنه، میاره تو میدون. انسان خستگی ناپذیر میشه. حالا اگر عشق به نامزاد این جذابیتش بدیم عشق به خدا و هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، اعمال صالح، علم، دانش، تقوا، توحید، عقیده، محبت مؤمنین، خدمت به خلق خدا، اینا همش برای رسیدن به معشوق لازمه. ولی ما از کلام رب العالمین سیر میشیم، زود خسته میشیم. اما قل هو الله شاخون راحت‌تر هستن. یکی از دوستان تعریف میکرد، تو دبی بود، البته پیره، میگفت که من نگاه میکنم هر مسجدی که زودتر نماز میخونن تمام میشه میرم اونجا. خدا نکنه که انسان تو سران پیری که باید توشه هاشو بیشتر بکنه، به فکر خودش بیشتر باشه، سعی بکنه آخر عمری در حق خودش کوتاهی بکنه، همان دزدیدن از اعمالش. تو رمضان نگاه بکنید کجا تجویدشون بهتره،
کجا قرائتشون بهتره، کجا برنامه‌های مفیدشون تو اون مسجد بهتره. یک کمی هزینه بکنید، با موتور آژانسی بگیرید، بچرخید، نگاه بکنید، بازاریابی بکنید. انسان معشوق از خدمت به انسان عاشق، از خدمت به معشوقش سیر نمیشه. اگر ما واقعا عاشق خدا باشیم حاضر میشیم که جانمان هم در راه خدا بدیم، جانمون در راه خلق خدا بدیم، زندگی صحابه رو ورق بزنیم. واقعا عاشق بودن. غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. دو دونه خرما تو دستش بود، گفت اگر این دو دونه خرما بخورم شاید قافله شهدا از من سبقت بگیرن. این عمر طولانی است. خرما رو انداخت، رفت، شهید شد. حضرت بلال رضی الله عنه میگفت که کافی است که همین نفس خالی بکنم به دیدار احبه میشتابم. غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. سعی بکنیم که عشقمون و علاقمون و رغبتمون و شوقمون نسبت به هر امری که اطاعت خداست و رضایت خداست و خوشنودی خداست و آبادی خلق خداست بیشتر بکنیم. و الی ربک فارغب فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. همه اعمال را باید با رغبت به سوی خدا تزریق بکنیم، وگرنه اعمال مزه نداره. اگه هدف رضای خدا نباشه، این رغبت الی الله به اعمالمون تزریق نکنیم، کم میاریم و خسته میشیم. چقدر آدم خوشحال میشه که نسل جوان رو ببینه که چقدر علاقمند به دین و به خدا هستن. که واقعا یک جنب و جوشی افتاده این. و جالب که این رمضان بلا فاصله بعد از تعطیلی مکتب خانه ها به 2 روز به 3 روز به 1 هفته بوده. یعنی تو همین سورو، آمار سورو بهتون بدم، تو همین سورو 900 نفر تو مکتب خانه شرکت کردن. یعنی 2 ماه خودشون و خانواده درگیر بودن. تو 3 استان جنوبی 54-5 هزار نفر درگیر مکتب خانه بودن. 50,000 دانش آموز تو مکتب خانه. یک فضای معنوی براشون ایجاد شده بوده. بلا فاصله ماه مبارک رمضان آغوششو باز کرد. ماه قرآن، مکتب خانه و رمضان به همدیگه متصل شد. یک برنامه ریزی بکنیم. جوجه ها رو آخذ پاییز میشمارن. یه خط در تراویح. اگه شبی دیر رسیدی تو تراویح، چند صفحه خونده بود، اون چند صفحه خودت کامل بکن که ختمت ناقص نشه. یه خط تو تهجد برنامه ریزی بکنی، بعد از 4 تا نماز ربع جز بخونی میشه یه ختم کامل. ربع جز ربع ساعت بیشتر طول نمیکشه. هر حرفی 10 حسنه. بعد از نماز صبح ربع جز، بعد از نماز ظهر ربع جز، بعد از نماز عصر ربع جز، بعد از عشاء هم ربع جز. بعد از تراویح سخنرانی رفتی یه ربع جز بخون، یه ختم جداگانه خوده. 4 تا ختم قرآن در رمضان، هر ختمی 3,210,000 حسنه. 12-13 میلیون میشه مال 3 تا ختمت.